حالا نصیحتایی که ما رو میکنی مثلا گفته که توبه کن، من نصیحت خوب کردی پیش پروردگار توبه میکنم، خداوند خیر بده شما را، اما پیشوای ملت چرا ما رو ببخشن؟ من باید پیشوای شما رو ببخشم برای جنایت‌های، حالا جنایت‌های ضد ملت همچون رهبری پیمان این را دیگر ملت میبخشن، من حق ندارم، اما جنایت‌هایی که نسبت من کرد، نسبت فرزندی من کرد، نسبت خانواده من کرد، دیگر این را غیر از من هیچ کس بخشیده نمیتواند. من مگر نبیره رحمانوف را قریب میمرد یگان کار کردم گفتم که نه این باید همینجا بمیرد؟ مگر مال رحمانوف را گرفتم یگان حقارت کردم؟ رحمانوف مالکیت مرا گرفت، هنوز قبل از آن که من دپوتات بودم مالکیت مرا گرفت. سال 2013 رحمانوف خشتبار مرا زندانی کرد، شکنجه داد، اذیت کرد، مالکیت تمام اولاد خشتبار ما را گرفت، خانه های شخصیشان را گرفت که اصلا با من هیچ ربط نداشت، حتی از من نخریده بودم. بالاخره رحمانوف آمد گفت که نبیره کبیری باید همینجا بمیرد و خارج نمیرود، این متاستاز رکش تا 4 استادیا هست، دیگر تا همینجا باید میمیرد و ما با این اجازت نمیتیم. بعد که فشار آوردن مجبور شد، بعد گفت که خب اگر میمیرد پس بگذار در خارج بمیرد، که الحمدلله حمزه جان امروز درس رفته ایستاده است و با زبان آلمانی خوب صحبت میکند و مریضیش هم توبه شد. یعنی من رحمانوف را ببخشم یا که رحمانوف مرا ببخشد؟ دوستی عزیز این سوال را به پیشوایتان بده، بگو که بس کن این جنایت ها را، شاید که اگر بس کردی و توبه کردی پیش پروردگار ملت، شاید کبیری و شاید پیمان ملی و اپوزیسیا و نهضت و این همه ملت تاجیک شاید شما رو برای این جنایتاتون باز ببخشد، شاید نبخشد.